حکومت شهر کانیبادام رقم تلفن‌های همراه منصبداران را در پشت در اتاق‌های آنها نشر کرده است تا ساکنان درخواست و شکایت و عریضه‌های خود را طریق پیامک یا خود SMS به آنها فرستند. شماره تلفن‌ها پشت در اداره‌های جماعت در مکان‌های سیرادم و در روزنامه محلی نشر شده است. پیامک ساکنان همچون عریضه قبول می شود و منصبدار عهده‌دار است در ظرف 24 ساعت به آن پاسخ دهد. اکمل علیزاده مدیر شعبه تشکیلی شهر کانیبادام روز 10 دکبر بر رادیو آزادی گفت پیامک‌هایی که به تلفن موبیل منصبداران وارد می شود در یک مخزن اطلاعاتی حکومت محلی نیز ثبت می شود. رئیس شهر آخر هر هفته پاسخ منصبداران به عریضه ها را تفتیش می کند. علیزاده می گوید حالا رقم 13 مقامدار که نزد اداره هایشان از همه بیش مردم برای رسانیدن عرض نوبت می پویند نشر شده است. اینجا فقط یک شکایت یا عرض نه، مثلا یکم پیشنهاد برای پیشروی شهر، مثلا یکم دیگر رسانه است، مثلا همین چیزا هم باید مثلا واسه کنم. حکومت تاجیکستان نیز چند سال است لایحه حکومت الکترونی را اجرا می‌کند. حکومت‌های محلی و وزارت و کارخانه‌های دولتی سامانه‌های خود را باز کردند، ولی بسیاری از این وبسایت‌ها فعال نیستند و مراجعه الکترونی نیز توسط آنها کم به نظر می‌رسد. از این رو اکمل علیزاده مسئول حکومت کانیبادام نوشتن پیامک به منصبداران را در شرایط فعلی راهی آسان و دسترس برای ساکنان می‌داند، چون به گفته او بسیاری‌ها به اینترنت دسترسی ندارند ولی هر نفر تلفن موبیل و شرایط نوشتن پیامک بدون استفاده از اینترنت را دارد. عبدالستار اسرائیلوف مدیر شعبه معارف شهر کانیبادام روز 10 دکبر بر رادیو آزادی گفت که از یک مهاجر تاجیک عریضه SMS دریافت کرده است. با گفته او ساکن کانیبادام از روسیه نوشته است که شهادتنامه ختم مکتبیش را گم کرده است و می‌خواهد آن را از نو دسترس کند. SMS ماندن که همین چهار کنم جوابش گردوندیم صرفه وقت کار منم و وقت ما یافته دراک شده میخونیم کارمو میکنیم از کارمون میمونیم. عبدالواحد کمالوف یک ساکن 52 ساله شهر کانیبادام میگوید 5 سال باز مقامات محلی ارزی او را برای گرفتن یک پارچه زمین به خاطر ساختن منزل زیست با بهانه‌های گوناگون قانع نمی‌کنند. او گفت مشکل اولی کارافتادگان پیدا کردن منصبدار است. برای پیدا کردن منصبدار به عنوان مثال رئیس کمیته زمین به گفته او هفته‌ها لازم است. هنگام رفتن به نزد اتاق کاری منصبداران کاتبه‌ها با گفتن اینکه رئیس بند است امروز قبول نمی‌کند یا رئیس نیست پاسخ می‌دهند. منصبداران کانیبادام از اولین منصبدارانی در تاجیکستان هستند که برای شنیدن عرض ساکنان با پیامک اظهار آمادگی کردند. کارشناسان میگویند در واقع اگر این شود درست کار کند تشویش مردم کمتر می شود. فضل‌الدین خوجایف سردبیر نشریه فرج میگوید هنوز در تاجیکستان فرهنگ پذیرفتن و شنیدن عرض کارافتادگان در نهادهای دولتی و جمعیتی به نظام معین وارد نشده است. با گفته خوجایف سر از بیمارخانه تا اداره‌های دولتی نوبت‌های طولانی را میتوان مشاهده کرد که نه منصبدار میداند که کی را کی قبول میکند و نه کارافتاده. حکومت تاجیکستان چند تلاش برای حل این مشکل کرد ولی نتیجه نظررس نداد. باز کردن سامانه‌ها که بعضی سالها نو نمیشوند و قبول رئیسان شهر و نواحی در روزهای شنبه از چنین اقدام‌ها بودند. معمولا روزهای شنبه ساکنان زیاد پشت در رئیسان جمع میشوند و به اقرار خود رهبران نه همیشه وقت می شود که با همه کارافتادگان یک به یک ملاقات کرد و عرضشان را شنید. قانون‌های تاجیکستان برای پاسخ ندادن به عرض ساکنان جوابگری را پیش بینی می‌کند. در برخی از اداره‌های تاجیکستان تلفن‌های باوری فعال است، اما بار اول است که در یک شهر تاجیکستان رقم‌های تلفن‌های همراه منصبداران را نشر می‌کنند تا عرض ساکنان مستقیم به خودشان برسد.